таваллуди тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа дар каноратон ҳастам. Салом. Нахуст имрӯре хоҳем дошт ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 3 июни. пешниҳод ироа шуд, мақомот баррасӣ доранд. оё бемории коронавирус ки муҳоҷиронро дар Русия бекор кард акнун мавриди афв қарор медиҳад? خب این یک پیشنهاد است. امیدوارم که این پیشنهاد قبول خود حکومت شود و به امضا رسد و مهاجران از این مشکلات بیرون بیایند. در حالی که یک ҳайати рӯзноманигорон барои таҳқиқ ба Хуросон рафтанд, додгоҳ муҷримони ҳамла ба хабарнигори Азия Плюсро ҷарима баст. ва тоҷирони бекормондаи бозорҳо мегӯянд ба умеди сабукӣ аз ҷониби ҳукумат ва бонкҳои Тоҷикистон ҳастанд. حاضر هیچی نیست، مجبورم قرض کنم ببرم قرضی دولتم چه کنم. дар Русия эҳтимоли афви муҳоҷиронро баррасӣ доранд. дар ин бора хабаргузории РИА Новости бо такя ба манбаи худ дар вазорати дохилии ин кишвар иттилоъ медиҳад. гуфта мешавад чунин пешниҳод аз ҷониби таҳлилгарон ки дурнамои рушди вазъи муҳоҷиратро дар пасманзари таъсири COVID-19 таҳия карданд ба мақомот пешниҳод гардидааст. лашкари бузурги муҳоҷирон дар шароити ҳамагири коронавирус аз қишри осебпазир маҳсуб ёфта аз лиҳози даромад ва саломатӣ зарар дидаанд. мавзӯъро кайомарсиятто идома медиҳад. کارشناسان وزارت کارهای داخلی روسیه به مقامات آن کشور پیشنهاد کردند که نسبت به مهاجران غیرقانونی عفو سراسری اعلان کرده شود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش نوشت که چنین پیشنهاد با نظرداشت وضع فوق‌العاده گرفته شد. طبق تحلیل کارشناسان، هنگام پاندمی کرونا نو از 12 میلیون خارجی در روسیه تنها 2.5 میلیون نفر قانونی فعالیت داشتند. با نظرداشت این، کارشناسان وزارت کارهای داخلی توصیه دادند که در روسیه عفو مهاجرانی که جنایت صادر نکردند عملی گردد تا به گفته آنها این مهاجران از سایه بیرون آیند و به طور عمومی ثبت نام کرده شوند. عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید این حالا یک پیشنهاد است، اما به سبب آنکه از طرف مقامات دولتی ارائه شده است شانس اجرا شدنش خیلی بالاست و معلوم نیست که انا همین کرانتین و یا انا همین محدودیت ها تا کی دوام می‌یابند. بنابر همین از جانب خود حکومت روسیه همچنین یک پیشنهادای شده این تحلیلگران خود منبع مهاجرت هستند. درست است که معلوم نیست با چی می انجامد، ولی خب این یک پیشنهاد است. امیدوارم که این پیشنهاد قبول خود حکومت شود و به امضا رسد و مهاجران از این مشکلات بیرون بیایند. وی گفت که در صورت اجرای پیشنهاد ده‌ها مهاجر تاجیک امکان قانونی زیست و کار را در روسیه به دست خواهند آورد. حامی حقوق مهاجران میگوید اجرای این کار فرصت زیاد می‌طلبد و پیش از همه باید رویخط مهاجران یا شهروندان خارجی تهیه کرده شود که قانونی و غیر قانونی بودن کار و بودباش آنها را معلوم کند. وقتی که از جانب حکومت روسیه پیشنهاد شد که 3 ماه پول پتنت سپاریده نشود، درست در بعض همه این پتنت ها میبایست از کار روند، یعنی بیکار شوند. به گمان من به خاطر همین برطرف کردن خلأ حقوقی یا اینکه تناقض حقوقی میخواهند که یک امنیستیا برگزار شود که این خلأ را از بین بردارد. مقامات روسیه میگن تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان برای کار و زندگی در آن کشور قرار دارند. معلوم نیست چقدر از آنها قانونی و چقدر دیگر غیر رسمی کار و زندگی دارند. اما وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید تا این دم تقریبا 300,000 شهروند تاجیکستان با سبب‌های گوناگون از روسیه اخراج شده از حق ورود به آن کشور محرومند. به گفته حامیان حقوق، مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجتگذاری و نقض قاعده‌های بود و باش در روسیه اخراج کرده میشوند. در این میان زیادن مهاجرانی که میگویند بیگناه و دست جمعی از روسیه اخراج کرده شدند. مقامات روسیه اکثر مهاجران را به مهلتی از 3 تا 5 سال از حق ورود محروم میکنند. در 2 هفته اخیر مقامات توسط پروازهای چارتری هواپیماها از مسکو به دوشنبه 10 نفر را آوردند که دادگاه‌های روسیه قرار اخراجشان را صادر کردند و آنها در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شدند. روسیه در سال 2017 به 10,000 شهروند تاجیکستان اجازه داده بود که سندهایشان را دوباره قانونی کنند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک اطلاعیه به قضیه لطوکوب خبرنگاری азия плюс پاسخ داد. در این جوابنامه آمده است در پی شکایت عبدالله غربتی 3 ساکن ناحیه خراسان جریمه شدند. حمله به این خبرنگار هفته گذشته و زمانی صورت گرفت که او می‌خواست درباره ضرردیدگان سیل این ناحیه گزارش آماده کند. آرزوی کریم دیروز با گروهی از خبرنگاران در خراسان بود. گزارش را شهلای عبدالله تقدیم می‌کند. گروهی از خبرنگاران با راهبری نورالدین قرشبویف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 2 ایون به ناحیه خراسان رفتند. تصمیم سفر به این ناحیه پس از لطوکوب شدن خبرنگار تاجیک عبدالله غربتی در ناحیه خراسان گرفته شد. خبرنگار азия плюс با هدف تهیه گزارش از زندگی ساکنان از سیل ضرر دیده رفته بود و مورد حمله قرار گرفت. با گروه خبرنگاران در ناحیه خراسان رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه ملاقات کرد. او وعده داد که مقامات در زودترین فرصت مجرمان را پیدا و مجازات می کند. همگی چند ساعت بعد از این واقعه خبر رسید که دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان 3 ساکن ناحیه را برای حمله به خبرنگار جریمه بست. حمله‌وران به مید اواشی گناهگار شدند و هر کدام به پرداخت 580 سومانی موظف گردیدند. قرار دادگاه روز 2 ایون صادر شد. قبلا وزارت کارهای داخلی غربتی را به آن عیبدار کرد که بدون اجازه ساکنان برای ثبت به داخل خیمه‌های آنها وارد شده است. عبدالله غربتی گفت لطوکوب او پیش از آن که به خیمه‌ها نزدیک شود صورت گرفت و فرضیه رسمی را به پای خواند و از مقامات وزارت امور داخلی خواست برای نوشته خود در سامانه رسمی وزارت عذر بپرسند. این در حالی است که چند از ساکنان محلی سیلزده روز 2 ایون به خبرنگاران گفتند که زیر هیچ نامه امضا نگذاشتند. سازمان‌های ژورنالیستی نیز محتوای نامه و امضاهای زیر آن را زیر شبهه بردند. مطمئن هستم که روزنامه‌نگاران مثل تمام مردم تاجیکستان جانبدار اغوا انداختن نیستند. آنها نیز برای حل و فصل مشکل سهم خود را دارند. عبدالله غربتی در یک ماه آخر بار دوم است که مورد لطوکوب قرار می‌گیرد. شام 11 می در نزدیکی بازار کاروان از سوی 2 نفر ناشناس مورد حمله قرار گرفته بود. حمله‌گران هنوز آشکار و مشخص نشده‌اند. وی باور دارد که حمله به فعالیت خبرنگاریش ربط دارد. تا حال مقامات درباره تحقیق حمله 11 می اطلاعی نشر نکردند. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در فرانسه در شاخص یا ایندکس نوی آزادی مطبوعات تاجیکستان را در میان 180 کشور مثل سال گذشته در مقام 161 جای داد. این سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید مطبوعات تاجیکستان در یک سال اخیر مشکلات را به مانند سنزور اینترنت، بازپرسی‌های ماموران امنیتی، معرکه‌های افزاینده بدنام‌کنی شاهد شدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک ساکن ناحیه فرخار شکایت دارد که حکومت محلی هنگام تقسیم زمین در چند سال پیش روی خانه آنها را به نوبت نگرفته است. چنین نادیدگیری باعث آن شده است که اعضای خانواده مجبور است از بین 2 کشتزار بگذرد و با صاحبان زمین ها بحث و دعوا کند. مقامات فرخار گفتند از این مشکلات آگاه نیستند، هرچند مصاحبان محمود جان رحمتزاده حرف دیگر را میگویند. خانه سفرعلی نورالیف در بین 2 کشتزار مانده است و تا به راه کلان رسیدن تنها از یک پیراهه میانی زمین‌های کشت استفاده می‌کند. این ساکن 41 ساله دهه مهنت آباد ناحیه فرخار در براه ماندنش حکومت محلی را گناهکار می‌داند که زمان تقسیم زمین راه خانه آنها را به اینابت نگرفتند. یکی ما را وقتی تقسیم کردن دادن مقصد که هم راه رو بود اما بود وقتی که مثال با ادام شید مثال بنشید بعد دویسته همین راه بین رفت. سفرعلی نورالیف معیوب گروه دویم است. میگوید سال 2009 با قرار رئیس ناحیه زمین گرفته خانه بنیاد کرده است. تا سال 2015 راه ماشین رو داشت، اما وقتی مقامات زمین های باقی مانده را تقسیم میکنند راه خانه او را به اینابت نمیگیرند. کمیته زمین و رئیس سود و با پروکرور همین جورا مقصد که گشتیم یگم چورا ندیدن. صدیقه فرزند سفرعلی در صف 4 میخواند. میگوید زمستان هنگامی به مکتب رفتن در آبلای تر میشود. این راه نداریم و درون زمینو میره همون تر میشود تری
ба хунаи мома мерем наски уна меҷафем я мемне қоқшавам. нуралиё мегӯяд ки ба додситон ва ҳукумати ноҳия чанд маротиба муроҷиат кардааст, аммо касе ба додашон нарасидааст. дар посухи додситони ноҳияи Фархор низ аз соли 2014 гуфта шудааст ки бинобар бартараф намудани монеагӣ ва кушодани роҳи манзили истиқоматиятон ба суд муроҷиат кунед. برنامه خبری روی دوم می‌دهیم. استودی جمهوریوی مقابله با کووید 19 در تاجیکستان میگوید که سرایت کرونا ویروس در بین اهالی کشور به مراتب کاهش یافته به سطح پایین رسیده است. وزارت تندرستی اعلام نمود که در شبانه روز گذشته 87 مورد نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت کردند. با این وجود محدودیت‌ها در فعالیت بازارها نگاه داشته شدند. تاجرانی که بیکار ماندند میگویند با یک نوع روزگارشان را در این روزها پیش میبرند، ولی مشکل قرض‌های از بانک گرفتهشان دامنگیری آنهاست و به دخالت حکومت و خود بانک‌ها حل نمی‌شوند. نگین صابرова در روزهای بیکاری گاه آبچکاری میکند، ولی فکر و خیالش بیشتر به تقدیر لباس‌های به سودا گذاشته‌اش است که حالا زیر آفتاب پشت دروازه‌های بسته بازار ماندند. این زن یکی از هزاران تاجر بازار کاروان دوشنبه است که میگوید ادامه تعطیل در این بازار زندگیش را دشوارتر نموده است. گفتن که نه تا یکم ایون در راستش تیاری میدیدیم، باید میرفتیم که با 15 روز دیگه وای کردن. این زن که تجربه بیش از 30 ساله تجارت را دارد، در شرایط خطر سرایت بیماری کووید 19 بیکار مانده است. میگوید اگر بانک ها در پرداخت قرضای گرفته اشان به آنها سبکی ندهند، احتمال از بین رفتن تجارتشان است. مشکل نداریم، ولی همه کار میکنی، یکم سمیاوی نانخوری یک وای میکنی، حاضر هیچی نیست، مجبورم قرض کنم ببرم قرض دولت بتم چه کنم. بعضی از تاجران در حال از تمدید منع فعالیت بازار تا 15 ایون در تشویشند که چند از بانک‌های تاجیکستان آمادگی خود را از ارائه سبوکی‌ها به آنها بیان داشتند. از روی مراجعتشون می توانیم که از مهلتی تا 3 ماه به ویها یک دستگیری کنیم که ویها در همین مهلت اولیه می توانند که قرض اساسی را نسپارند، فقط فایزهای از همین قرض مانده شده مبلغ باقی مانده اونها سپارند و برای آنکه در آینده برای همین ها بعد 6 ماه یک بار باز از وزنینی نبیاد، ما اقدام گرفتیم که باز همین قرض اساسی رو 6 ماه دیگر دراز کنیم. تنها در یک ماه آخر 600 تاجر به این بانک برای برخوردار شدن از چنین امتیازها مراجعت کردند. مسئولان بانک گفتند پس از مراجعت ها تحلیل نمودند که تاجران واقعا هم در شرایط پاندمی کرونا ویروس بیکار ماندند. از این خاطر نسبت به آنها امتیازهای را تطبیق نمودند. کارشناسان میگویند برای آنکه بانک ها توانند به مشتریان خود امتیاز و سبوکی های بیشتر دهند و فایز قرض ها را پس نمایند، در این شب و روز دستگیری دولتی بانک ها ضرور است. بانک ملی تاجیکستان روز 1 می با نشر اظهارات رسمی خبر داد که در پی نگرانی مشتریان از نبود امکان برای بازپس گردانی قرض، بانک‌های کشور موظف شدند که به مشتریان امتیازها پیش بینی نمایند. این امتیازها که در برخی از بانک‌های کشور الکی راه اندازی شده است، امکان می‌دهد که برای 3 ماه قرض گیرنده‌ها از پرداخت قرض اساسی آزاد شده تنها فایز قرض را سپارند. برنامه امروز اخبار آزادی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت ما پیدا کنید. همچنین نوار و گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می‌شود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی دسترسند. فردا صبح بر وقت من شما را در نوید بامدادی منتظرم. فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدارتان.